اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با افتخار خدمت استاد خودم مجدد اسلام و المسلمین هایری زاده عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. خیلی خوشحالم از زیارتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما همه بینندگان خوب و صمیمی عرض سلام و ادب و احترام داریم، در خدمتتون. مخلص شما هستیم. ما خدمت شماییم و خیلی خوشحالیم از این بابت که توی این شب‌ها میتونیم درباره کارکردهای حج از شما بشنویم. هر جور صلاح میدونید، از هر زاویه‌ای که صلاح میدونید یکی دیگه از کارکردهای حج رو برای ما تبیین بکنین خوشحال میکنم. خدمت شما عرض کنم که یکی از کارکردهای حج بحث وحدت هست که امت واحده، یعنی یک حمایش بزرگ اعتقادی همه مذاهب و فرق اسلامی اونجا حاضر هستن. از شیعه و اهل سنت که 4 مذهب دارن، حنفی ها، حنبلی ها، شافعی ها، مالکی ها، همه هستن به دور از اختلافات مذهبی و قومیتی کنار هم هستن و بر اساس مشترکاتشون در واقع این عمل عبادی و به نوعی سیاسی رو انجام میدن و این وحدت بین امت اسلام و امت واحده به تعبیر قرآن نتیجهش اینه که وقتی جمع مسلمان با هم باشن قدرتمند میشن، قوی میشن، استقامت پیدا میکنن در مقابل تهدیدها، تطمیعها و خطراتی که ممکنه دشمنان اسلام برای مسلمانان پدید بیارن. اینها میستن. ما الان داریم نمونهشو در غزه داریم میبینیم. خب مردم غزه زیر بار آتش بمباران ها و به هر حال هواپیماهای جنگی، پهپادها، چه زمینی چه هوایی، ولی اعتقاد خودشونو دارن، سفت و محکم ایستادن. این همون استقامتی است که قرآن میگه. من قرآن رو نگاه میکردم، یه آیه داره خیلی آیه امیدوار کننده. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. کسانی که اعتقاد دارن پروردگارشون خداست، یعنی زیر بلیت هیچکی نمیرن و زیر بلیت خدا میرن. ثم استقاموا، پایداری در دین پیدا میکنن. استقامت یعنی پایداری، یعنی این ور اون ور نزدن. اگر فهمیدی هدف درسته پای هدفت بمونی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این استقامت تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه نازل میشن و بشارت میدن الله تخافو، اصلا ترس به دلتون راه ندید، ولا تحزنوا، غمگینم نباشید، و ابشروا به جنت التی کنتم توعدون، ما شما رو بشارت بدیم به بهشت. حالا عرضم اینه که روایت هم داریم که المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکه العواصف. مؤمن مثل کوه استواره، یعنی پای اعتقادش هست، پای وظیفش هست. به تعبیر قرآن احدی الحسنیین، اگر ما عمل به تکلیفمون انجام بدیم، اگر پیروز بشیم به حسب ظاهر که بردیم، اگر شکست هم بخوریم چون قصد الهیه، اونم یه نوع برده، یعنی شهادت هم نوعی برده. کما اینکه ما راجع به سید الشهدا میبینیم که خب غالب، یعنی همه اصحاب سید الشهدا بیشترشون به شهادت رسیدن، ولی واقعا بعد از گذشت نزدیک 1400 سال بازنده اون جنگ کی بود؟ امام حسین بود یا یزید و ابن زیاد بودن. بعد حضرت فرمود و مثلی لا یبایع مثل یزید، کسی که مثل منه، یعنی هم تفکر من هم خط منه، با کسانی که یزیدی هستن و مخالف ما هستن، اینا نمیتونن با هم دیگه کنار بیان، چون اصلا نگاه ها متفاوته، یکی حقه یکی باطله، یکی نوره یکی ظلمته. به همین اعتبار در واقع تو آیه قرآن میفرماد که اونایی که استقامت میکنن پا حرفشون هستن. آخه دینای ماها، یعنی کلن بشر، بعضی وقتا دینامون فصلیه و آریهیه، بعضی وقتا دینمون ثبات داره. اینکه هی تو دعاها میخونیم که ثبت قلبی علی دینک. ببینید دین آریه‌ای، این دوره ما هم هست، تو روایت هم داره آخرالزمان این دعا رو بخونید، یا الله یا رحمان یا رحیم ثبت قلبی علی دینک، که ما ثابت قدم باشیم، چون آخرالزمان به هر حال یا مقلب القلوب هم هست. بله، یا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبی علی دینک. خدمت شما عرض کنم آخرالزمان شرایط خاصی هستش. بعضی دینشون پایدار نیست،
مثلا محرم که میشه، ماه رمضان که میشه، یه سبقه الهی پیدا میکنن، روزه‌ای و سینه زنی و عزاداری و بعدش هم میرن دنبال کار خودشون. نه، به ما یاد دادن که پای دینتون واسید. ابوذر غفاری پای دینش واساد، بلال واساد، بلال حبشی زیر شکنجه‌های سخت میزدنش، عرق میریخت و بدن عرق کرده بود، با شلاق میزدن و رو سنگ داغ عربستان خوابونده بودنش، به بدترین وجه داشتن شکنجهش میکردن. گفتن دست از خدات بردار، میگفت که احدا احدا لا معبود سواک، فقط خدا. ببینید قول الله ثم ذرهم، اونایی که میگن ما با خدا ارتباط داریم غیر خدا رو کنار میگذارن، تهدید میکنن، تطمیع میکنن. ما مثلا داریم، چون امروز در واقع این ایام ایام شهادت امام جواد رو پشت سر گذاشتیم، یاد این نکته کنم که فرمودن که یونس بن عبدالرحمن واقفیه اومد تطمیعش کرد، یه پول هنگفتی رو بهش پیشنهاد داد که دست از اعتقاد دست از امام جواد بردار. خب شما نمیتونید منو با پول بخرید، من نمیتونید بخرید. استقامت در دین خدا، استقامت، ثبات قدم در حرکت توحیدی که دارن. شما حضرت ابراهیم رو ببینید، حضرت ابراهیم که بالاخره بنیانگذار حج ابراهیمیه دیگه، که هم توش ولایت هست هم توش براءت هست. تهدیدش کردن، اذیتش کردن، با منجنیق پرتابش کردن به سوی آتش. همون موقعی که میخواستن پرتابش کنن، روایت داریم که یه مرتبه دیدن حضرت ابراهیم فرمود حسبی الله، خدا منو کفایت میکنه. همین که خدا منو کفایت میکنه خیلیه دیگه. بله. چون خدا رو دارم همه چی رو دارم. لذا تو این مسیر حرکت کردن و رفتن و حتی اون زمانی که میخواستن بندازنش توی در واقع آتش، جناب ابراهیم علیه السلام یه وقت ملائکه اومدن، جبرائیل اومد گفت ما هستیم، گفت اما الیکم فلا، من نیاز به شما ندارم. عجانین اومدن، ما هستیم کمکت کنیم، غیر متعارف یعنی. گفت نه من خدا رو دارم، چون که خدا رو دارم همه چی رو دارم. یعنی وعده های خدا رو باور داشت، به وعده های خدا امیدوار بود، ثبات قدم داشت، با اینکه تهدیدش هم کرده بودن و این تهدید و عملیاتیش هم کردن، اما اراده خدا تعلق گرفت که خطاب به آتش شد که اون خاصیتت که سوزندگیه از دست بده و انقدر این آتش برایشون سرد شد که یه بزرگواری میگفت که اگر اون کلمه بعدی و قلنا یا ابراهیم کون بردم و سلام، اگر اون سلام نبود شاید ابراهیم علیه السلام یخ میزد تو آتش. یعنی اراده خدا تعلق گرفته بود که این اتفاق بیفته. حالا برای اینکه ما استقامت و صبر پیدا کنیم چیکار باید کنیم؟ خب این سوال خیلی مهمیه که برای اینکه ما بتونیم در مسیر استقامت و صبر و پایداری قدم برداریم باید چه بکنیم؟ به تعبیر شما یک دو تا نکته به ذهنم رسید. یکی این که فرمودین این آیه ربنا الله ثم استقاموا، میگن خدا پروردگار ما باید استقامت میکنند بعد تتنزل علیهم الملائکه که خودش جای بحث خیلی زیاد داره، و بعدش الا تخافوا ولا تحزنوا. کسایی که میخوان معمولا پایداری کنن و صبر و استقامت بورزن، اگر این کارو نمیکنن یا از گذشته میترسن یا از گذشته محزونن، غمگینن، افسردن، یا نسبت به آینده میترسن. و خدا چقدر جالب اینجا میگه از گذشته و آینده نه قصه بخورید نه بترسید، برای کسایی که توی این مسیر میخوان قدم بردارن. و داشتم فکر کردم این که فرمودید امام حسین و استقامت و پایداری که کردن، الان چقدر مراسم 40، حالا 40 که چه عرض کنم، مثلا 40مین روز درگذشت یزید و معاویه و عمر سعد که چه عرض کنم، خود روز فوتشون چه اتفاقی میفته که بخواد 40ش. بعد 1400 سال 20 میلیون آدم یه جا جمع میشن که نه تو کل دنیا به تعبیر شما دارن اهدافش رو دنبال میکنن. اما همه اینا خلاصه در این که شما میخواین بفرمایید مناسک حج در واقع مسلمین رو که اونجا جمع میشن باعث همبستگی و وحدتشون میشه و ماحصل و یکی از نتایج اون بحث قدرتمندی و استقامت پایداریشون. اینو تا اینجا نگه داشته باشیم، بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم ادامه فرمایشات حاج آقا رو و اینکه چطور باید حالا در این مسیر استقامت ورزید و با هم دیگه
بشنویم و یاد بگیریم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با افتخار خدمت شما هستم و استاد عزیزم مجاهد حائری‌زاده عزیز. می‌خوایم ببینیم حالا چطور و به چه صورت باید در مسیر حق استقامت ورزید. بسم الله. خواهش میکنم. من دوستان رو ارجاع میدم به آیات آخر سوره مبارکه طور. نحوه کسب استقامت و صبر رو تو اون آیه به ما توضیح داده. میفرماد وصب لحکم ربک، صبر کن در مقابل حکمی که خدای تو فرمود. حالا گاهی وقتا این حکم تکوینیه، یعنی تسلیم مقدرات بودن. یه کاری رو میخوای انجام بدی نمیشه، تلاشت هم کردی، تمام مسیرها هم درست رفتی، اما اراده خدا تعلق گرفته نشود آنچه که من شما میخوایم. اتفاقا امیرالمومنین علیه السلام میفرمود یکی از راههایی که آدم میتونه خدا رو بشناسه همینه، تصمیم میگیره ولی نمیشود آنچه که من میخوام، میشود آنچه که او میخواهد. لذا وصب لحکم ربک در مقابل حکم تکوینی خدا که تسلیم مقدرات بودن، انقلت نیاوردن، شکوه نکردن، جزع و فزع نکردن. این یک. گاهی وقتا حکم تشریعی خدا در مقابل امر خدا، واجبات، محرمات، انسان تسلیم باشه. چرا؟ فانک باعیننا. خیلی زیباست. چرا که تو در مقابل چشمان ما هستی. خدا داره به ما میگه هر کاری کنید ما میبینیمتون. الم یعلم بان الله یری ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. هر کجا باشید من دارم نظاره میکنم. والله علی کل شیء شهید. دارم میبینمتون، حالتون رو میبینم، باطنتون میبینم. کارکرد حج در واقع برای اینکه ما اون وحدت رو حفظ کنیم و نتیجه این وحدت یکی از نتایجش بحث استقامته، برای اینکه این استقامت رو کسبش کنیم از همین مسیر ما ورود پیدا میکنیم که فرمودن که در مقابل حکم خدا صبر کن و تسلیم باش. من تو روایات نگاه میکردم که امام حسین علیه السلام وقتی قنداقه حضرت علی اصغر رو گرفت و تیر زدن، نمیخوام روزه بخونم، یک جمله فرمود حون علی انه بعین الله. همین که خدا داره میبینه بر من چه میگذره، مصیبت و تحمل رو برای من آسون میکنه. چون یه خدایی داره میبینه که قدرت مطلقه، خدایی داره میبینه که اگر اراده کنه، علم تو اون آیه شریفه هست که آیا خدا در کمینگاه نشسته؟ خدا نمیبینه؟ خدا خبر نداره از احوالات شما؟ لذا همین که خدا داره میبینه کفایت میکنه. بعد از اون ور داره که پس یک کار کردش اینه که برای اینکه ما استقامت پیدا کنیم در مقابل مقدرات و در مقابل امر خدا تسلیم باشیم. دو، ادامه داره و سبح بحمد ربک حین تقوم و من اللیل فسبحه و ادبار النجوم. راه دومش اینه که تسبیح خدا زیاد بگید، یاد خدا زیاد باشید. پیغمبر در هر جلسه‌ای که میشستن از اون جلسه بلند نمیشدن الا اینکه 25 تا استغفار میکردن بعد بلند میشدن. نکند شاید یک تاریکی تو اون مجلس بوده که من با این استغفاره اون تاریکی رو ردش کنم. بعد داره که و من اللیل فسبحه، پاسی از شب رو بلند شو با خدا حرف بزن. شب مردان خدا روز جهان افروز است. به حقیقت شب مردان خدا روز جهان افروز است. روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. آدمایی که نصف شب بلند میشن یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا. ارتباط با خدا باعث میشود در خلوت و جلوت تحمل و ظرف آدم بره بالا. چون وصل به بی‌نهایت میشه دیگه. یه قطره‌ای که وصل به دریا میشه دیگه اسمش قطره نیست، اسمش دریاست. همون چون دریاست، اگر با دریاست ورنه قطره و دریا. همون بالندگی رو داره. لذا به ما دستور دادن این دوتا کار رو انجام بدید. یک، در واقع در مقابل امر خدا، چه در مقدرات، چه در امور تکوینی، چه در امور تشریعی، واجبات تسلیم باشید و ارتباطتون رو شبانه روز با خدا تقویت کنید. این نکته اول. بعدش هم شما ببینید
چقدر آیه قرآن قشنگ میگه واستقم کما امرت فاستقم کما امرت و من تاب معک. خب پیغمبر که مشکلی تو استقامت نداره، اونی که کم میاره امتن. آی امت اسلامی که تا حج جمع میشه کم نیارید، نترسید از ارعاب قدرت‌های پوشالین، نترسید. اینا به قول سوره مبارکه حشر میفرماد شما فکر میکنید اینا با هم هستن اما دلاشون خیلی از هم دیگه دوره. فکر میکنید اینا با هم هستن. لذا شما ببینید این استقامت باعث شد تو جنگ بعد، تو جنگ حنین، تو خیلی از جنگ‌ها عرض شود که تو 8 سال دفاع مقدس، مدافعین حرم، عرض شود که تو عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی باعث شد که لشکر اسلام پیروز بشه. 3 سال تو شیب ابی طالب بودن، پیروز شدن مسلمان‌ها. یعنی اینکه پای اعتقادشون ایستادن، پای اعتقادشون عرض شود که کم نیوردن. در عرصه تبلیغی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، پیغمبر اینقدر قصه نخور، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. چه اینا رو براشون استغفار کنی چه استغفار نکنی، یه عده انقدر فی قلوبهم مرض هستن که ایمان بیار نیستن. لذا قصه نخور. در اون آیه دیگه هم داره که ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. چرا انقدر قصه میخوری؟ چرا انقدر خودتو به زحمت میندازی؟ تو وظیفت بگیر. گوش کردن. مسلمان‌ها وظیفه‌شون این اتحاد رو داشته باشن، استقامت کنن. حالا از دو حال خارج نیست، یا واقعا تو این استقامت کشته میشن که میشه شهید و خود شهادت افضل قرباته، یا اینکه نه، در واقع پیروز ظاهری هم میشن، هم پیروزی ظاهری هم پیروزی معنوی. خب اینا دیگه نورون علی نوره. پس در دو صورت چون برای خدا هست و تکلیف بوده، عمل به وظیفه بوده، برد با مسلمان هست. خیلی خوب. من داشتم فکر کردم اصلا کلا اعمال و مناسک حج خودش یه جورایی تمرین استقامت ها. یعنی بالاخره سخته انجام اون اعمال. شما بالاخره بارها مشرف شدید، حتما تایید میکنید اون پیاده روی ها، اون وقوف ها، 5 کیلومتر از چادرای منا تا جمرات. رفت و برگشت 5-6 کیلومتر باید در 3 روز متوالی، 10، 11، 12 برم واسه رمی جمرات. آره، یعنی خود این انجام اعمال یه استقامت ورزی میخواد، یه تمرینی میخواد. ضمن این که اون کسی که نقطه کانونی و پایه‌گذار اعمال و مناسک حج، یعنی اون پیامبر خلیل الله حضرت ابراهیم که الان میگیم حج باید حج ابراهیمی باشه، خودشون اصلا تیکه تیکه اعمال و مناسک حج که حالا فلسفه شد و بعد اعمال درست شد، نگاه میکنی نتیجه اون ایستادگی حضرتشون بوده دیگه. یعنی اینکه اعتماد میکنن توی مسعی که ما الان میریم اونجا سعی صفا و مروه انجام میدیم، همسرشون و فرزندشون رو به خدا میسپارن توی بیابان بی آب و علف. خب این میشه که استقامت می‌ورزند و بعد تتنزل علیهم الملائکه میشه و بعد الله تخاف. خیلی جالبه به نظرم اینا. خدمت شما عرض کنم چقدر وقت داریم؟ چقدر وقت داریم الان میگم. بله، عرض شود که تو همین مسیر مسعی سعی صفا 5 دقیقه وقت داریم. بله، تو مسیر سعی صفا و مروه خب شما ببینید حدود نزدیک 4 کیلومتره. آره. باید برن و این رفتن فقط رفتن ظاهری نیست. یعنی آدم وقتی اونجا میره یاد در واقع جناب هاجر و فرزندش اسماعیل میفته که مادر به دنبال آب در بین 2 کوه صفا و مروه که بعد از سنت شد میگرده، بعد یه جا هروله میکنه، چشش میفته به بچه به کنار کعبه، بچه‌ای که از شدت تشنگی داره بال میزنه و در اوج ناامیدی ولی در عین حال امید به رحمت و وعده‌های خدا میاد میبینه این بچه پاشنه پاشو زده زمین، از زیر پا در واقع آب اومده بیرون. خب هر کجا هم آب باشه آبادانی به همراهش میاد و این شد آب زمزم و کنار این آب زمزم کل آبادانی. یا شما جلوه های استقامت رو ببینید، خود گرما و حرارتی که سرزمین حجاز داره. من تو خبرها میخوندم امسال تخمین زدن که در چادرهای عرفات و منا گرما بین 45 تا 47 درجه سانتیگراده. خب گرم و خب خود این گرما تحمل بالاخره عرق ریزان چون دستور خدا هست، به تعبیر اواخر آیه سوره مبارکه طور که میفرماد که به اعیننا،
چون خدا داره میبینه، دستور خداست، شیرینه. نتیجه این استقامت سبکباریه، یعنی آدم احساس سبکی میکنه، احساس اینو میکنه که خدا او رو آمرزیده، احساس میکنه رضایت خدا رو داره، احساس میکنه رضایت ملائکه رو داره و احساس میکنه که این آدم یه آدم دیگه ای شده. اصلا حج تو جلسه گذشته عرض کردیم یک نوع اردو تربیتیه دیگه. تربیت میکنه در همه عرصه ها، چه تربیت فردی، چه تربیت خانوادگی، چه تربیت اجتماعی. بلا تشبیه میگن آقا پسر باید سربازی بره تا ساخته شه. احسن. من به نظرم مسلمان باید حج بره تا ساخته شه. یعنی بعد با این خدمت شما عرض کنم 24 چیزی که بر محرم حرام میشه. این 24 چیز که حرام میشه در واقع هر کدوم از اینا یک بستری رو به ظاهر بر انسان میبنده، اما یک افق تازه‌ای رو به انسان باز میکنه. در واقع یک عنایتی است که انسان در سایه ترک حیوانی، مباشرت ممنوع، عرض شود که فحش دادن و بعضی از کارا، قسم، جدال، والله، بالله، به خدا، اینا همه ممنوع. حتی به حیوان آزار نمیتونی برسونی، حشراتی که ساکن در بدن هستن نمیتونی آزار برسونی، حتی به گیاهان حرم رو نمیتونی بکنی. یعنی چنان تربیت میکنه نه فقط در فضای انسانی بلکه در فضای تعامل انسان با حیوانات، تعامل انسان با طبیعت، تمرین مقاومت، استقامت، به نوعی انسان رو آب دیده میکنه و تمرین استقامت و ممارست بر این معنا. حالا من میدونیم به چی داشتم فکر می‌کردم آقای عزیز، به اینکه استقامت، صبر و پایداری در مقابل چه چیزی است؟ در مقابل سختیه دیگه. بله. حالا این سختی وقتی ناشی از عوامل طبیعیه، یه وقتی ناشی از عوامل غیر طبیعیه، مثلا جنگ، بله. مثلا هجوم، مثلا فشار، تحریم. مملکت ما، انقلاب ما چقدر قشنگ داره ایستادگی و مقاومت میکنه. غزه، فلسطین، یمن، کشورهای جبهه مقاومت و یه سری از دولت‌های به ظاهر اسلامی چقدر قشنگ عمل نمی‌کنن به همین یه دونه آیه‌ای که فرمودید. حالا جالب اینجاست که در ناامن‌ترین منطقه کشور ما امن‌ترین کشوره. به همین دلیله. شما ببینید حالا این یه بخشه هم شما از اول انقلاب، وقتمون دیگه رو به اتمام هستیم. بله چشم. از اول انقلابی مرور کنید، شما می‌بینید این اثر استقامت و پایداری ما امروز به اینجا رسیدیم که هیچ کشوری نمیتونه به ما زور بگه. و ما رو پای خودمون ایستادیم و مرهون خلاصه امام عصر علیه السلام و رهبری حکیمانه حضرت آقا است. اگه کاری هم بکنه همچین جواب سخت و پشیمان کننده دریافت میکنه که یه سرش میشینه. الحمدلله. دست شما در نکنه. خیلی استفاده کردیم، از بردیم. عوامل ندارین؟ ارزی ندارم. ببخشید. قربون شما برم، محبت دارید. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید. الهی که من و شما هممون جزو کسانی باشیم که به همین آیه زیبایی که توی برنامه پخش کردیم عمل بکنیم. بعد از اینکه خدای بزرگ رو به عنوان رب و پروردگارمون پذیرفتیم و به او اعتماد کردیم، در مسیرش استقامت کنیم و مطمئن باشیم که در واقع نازل شدن ملائکه یکی از روش‌های امدادرسانی خدا به ما هست، بدون اینکه در مسیر بخوام پامون بلرزه و انشالله به افق‌های روشن هم اعتماد